رنگ دشتی اثر استاد حبیب سماعی. حبیب الله سماعی فرزند بزرگ میرزا حبیب سماع حضور بود. پدر استاد سنتور و ضرب و حبیب از خردسالی از سن 4 سالگی به پیشنهاد پدر ضرب رو شروع کرد. حبیب متولد 1280 خورشیدی هست و در سال 1325 از دنیا میره. او در کودکی سنتور پدر رو همراهی میکرد تا اینکه در 12 سالگی شروع به نواختن سنتور کرد. شیوه سنتور حبیب سماعی بسیار سنتی و در راستای موسیقی ردیفی هست و از لحاظ ضرب ها و ایقاعات تبعیت میکنه از گذشتگان خودش. او در همون سنین جوانی در مجلس آقا حسین قلی و نایب اسدالله حاضر میشد و با آنها همراهی میکرد. بعدها در مدرسه موسیقی سالار معزز شیوه غربی و نوت‌نویسی رو هم یاد گرفت، اما هیچگاه در کار خودش از اونها استفاده نکرد چون اعتقاد به ثبت موسیقی به اون معنا نداشت. تنها با خانم پروانه مجموعه نزدیک به 1 ساعت ضبط کرده صفحاتی که تنها یادگار مضراب او هست. از شاگردانش نورعلی خان برومند بسیار به شیوه استاد آشنا بود و این شیوه رو به اساتید بعد، یعنی اساتید مثل مجید کیانی انتقال داد که مجید کیانی تحقیقات بسیار زیادی در باره استاد سماعی انجام داده و به طبع رسونده. همچنین مرتضی عبدالرسولی، قباد ظفر، مهدی ناظمی و ابوالحسن صبا از کسانی بودند که زیر نظر حبیب آموزش سنتور دیدن. در دوره‌ای که سنتور در ایران تقریبا مهجور شده بود و به فراموشی گراییده بود، ابوالحسن صبا با نواختن اون و یاد دادن اون به شاگردان خودش مثل فرامرز پایور باعث شد که این ساز دوباره بهش توجه خوبی بشه و همچنین فرامرز پایور قطعات بسیار خوبی برای این ساز ساخت و نواخت و ضبط کرد. این قطعه در دشتی لا شور ره واقع شده. پرده ها سی بمول، میکرون در پایین، گاهی سیکرون موقعی که میخوایم به عشاق یا اوج دشتی بریم از سیکرون استفاده میکنیم. لا هم که گاهی کرون میشه. کوکمون دو سل لا ره، لا دو لا دو لا دو لا ره دو سی لا سو سل لا سل لا سل. اینجا تغییر لا و لا کرون رو میبینیم. لا ولی لا کرون، لا سل لا سو فا سل فا، راست چپ راست راست راست، ره ره لا سل لا سو فا سل فا، ره لا سل لا سو فا سل فا، ره ره لا سل لا سو فا سل فا، که در ابتدا لا بکارم و در جمله‌ای که میگیم لا سو فا سل فا، راست چپ راست راست راست، لا کرون میشه. سکوت دو دو ره می فا می سل فا می فا می ره فا می ره می ره ره سل سل ره. میایم پایین، سی کرون میشه. دو ره ره لا، فا با انگشت دوم از سیم زرد میاد، فا فا سل لا، سی میاد انگشت اول سی بمول، دوباره سی کرون داریم. دو ره ره لا، دو اشاره باز به سی کرون، دو ره انگشت اول میاد روی دو، می ره ره دو دو سی، سی با انگشت سوم میاد. راست چپ راست چپ راست چپ، لا سی لا سل لا، فا
sol la sol la sol la sol fa mi re sol fa sol fa می ره دو سی دو ره می سل ره که در این بالا سی کرون هست، همون دانگی که بهش میگیم دانگ خارا در شور. دو سی دو راست چپ راست ره می سل ره می یک یک میره ره. این قطعه رو به سرعت 90 میتونیم اجرا کنیم. جهت تمرین میتونیم با سرعت 120 و 140 هم قطعه رو اجرا کنیم.